ترفندهای متفاوت و گوناگون اقدام به انتشار آگهی‌های منشی در سایت دیوار کردید دیگه، درسته؟ من کارم شرکت بود آجا، تو شرکت نه، شما کار گفتید میکردم. شما طبق شکایت شکات گفتید که من شرکت بین المللی دارم، من طلا فروشی دارم. من همچین چیزی نگفته بودم. در متن پیامکاتون توی پرونده الان مضبوط هم چیزی هست؟ تمام آگهی هایی که ایشون منتشر کرده با همین عنوان بوده، یعنی ایشون صرفا آگهی منتشر میکرده به عنوان منشی خانم که هم سوء استفاده غیر اخلاقی شو داشته باشه، هم بعداً اگر اون موضوعات مالیش رو خاص پیگیری بکنه به واسطه اون تصاویر و فیلم هایی که تهیه کرده بتونه اونها رو تحت فشار قرار بده و بحث مالی رو مطالبه داشته باشه. اوراق متعدد پرونده حاکی از پیامک های دختران به شماست که به شما اعتماد کردن و به هوای اینکه بالاخره شما شرکت دارید. حتی در چند تا از آگهیات من دارم میبینم نوشته شرکت با حقوق عالی پورسان ایاب ذهاب. بارها گفتیم که به سایت دیوار و امثال هم نمیشه اعتماد کرد، باید اون شرایط ایمنی و نظارتی رو خودمون هم بحثش رو مد نظرمون قرار بدیم. به چند از دخترها گفتی من طلا فروشی دارم و اینا که دارم میگم مستنداش هم فایل صوتیتون هست در پرونده و هم پیامکاتون. در خصوص چی داری بگی؟ من نگفته بودم همچین چیزی که پیامکایی که مال شما هست اینجا مضبوطه. گفتن یعنی من پیام دادم که من طلا فروشم. شما گفتی من طلا فروشم. یه جوانی کردیم آقا. حتی خودت نیروی اطلاعاتی جا زدید. نه من همچین چیزی نگفتم. اما جا زدید، نیروی اطلاعاتی جا زدید، انتظامی جا زدید، پسر قاضی جا زدید. اینا عناوینی که شما با دختران متعدد که ارتباط میگرفتید با یک هوشیاری، با یک روانشناسی خاصی هر دختری رو به اون میزان علاقه‌ای که داشته و اونایی که شما شناسایی می‌کردی به سمت اون، مثلا یک طرف مذهبی بوده یا علاقات مذهبی داشته، شما می‌رفتی سمت امام حسین، کربلا، پیاده‌روی اربعین، حضرت رقیه و اینها. اینایی که میگم چیزایی است که در پرونده مضبوطه و پیامک خود شماست. دختری بوده که به مسافرت‌های اروپا و سفرهای اروپا علاقه داشته. شما میگفتی من آلمان رفتم، نروژ رفتم، ایتالیا رفتم، 4-5 تا کشور اینجوری گفتی. حتی گفتی مدرک کارشناسی ارشد دارم از روانشناسی از کشور آلمان. آیا شما مدرک کارشناسی ارشد از آلمان داری؟ چرا پس اینم چه حرفی زدی؟ یک اشتباهی بود، یک جوونی کردیم، یک خطایی کردیم. این جوونی شما میدونی چه هزینه‌ای داده؟ چند تا دختر بدبخت شدن؟ اقصا نقاط کشور میدونید چه شکایت داریم از شما؟ دخترانی که حیثیت و آبروشون از بین رفته، حد که حرمت شدن توسط شما. آگهی میدادی، دختران به شما اعتماد میکردن، با شما میومدن، شما اینها رو به منزل خودت میبردی. نه، یه بار فقط من این خانومم که اومدن شکایت کردن، من 1,700,000 ازشون عکس و فیلم چرا تهیه؟ حتی شما گفتیم من در مدتی که در آلمان درس خوندم، چند سالی که در آلمان درس خوندم، تمام چشمام، تمام صورتم، ذهنم، فکرم رو زمین بوده، به هیچ دختری توجه نداشتم. خدا تو رو یه دیگه برای من گذاشته و من عاشق تو شدم. بحث مجازات در این پرونده، خب ایشون اومده موجبات فساد و فحشا رو تهیه کرده و آماده کرده که 10 سال حبس قانونگذار پیش بینی کرده. متاسفانه سوء استفاده غیر اخلاقی بوده که اونها در صلاحیت دادگاه تعیین تکلیف میشه و تجاوزهای صورت گرفته که اونجا مجازات‌های اعدامه که قانونگذار برای بحث تجاوز به عنف پیش بینی کرده. شما با این کاری که انجام دادید متاسفانه با حیثیت و آبروی خانواده‌های متعددی بازی کردید و باعث شدید که دختران متعددی وقتی که در دادسرا تشریف میارن با چشمان گریون از اینجا برن بیرون و این اقدام شما یه اقدام شیطانی بوده که متاسفانه باعث بی‌آبرو کردن خیلی‌ها شده.